سلام دوستان، من سید مجتبی بورش هستم. امروز میخوام بهتون بگم که چجوری تونستم در طول زمانی که از سال قبل تا به امروز طی شده چه دستاوردهایی رو داشتم، چه چیزهایی رو تونستم به دست بیارم. همه اینا رو میخوام بهتون بگم. باشید، بار اولم جلو دوربین ظاهر میشم، بعد یکم شاید به قول بچه ها میگه شیشا دو میزنم توی این ویدیو اول خودم. خب، میخوام بهتون بگم که میشه توی ایران هم موفق شد. میشه، از هر راهی میشه به درآمد رسید. اما میخوام شما با من باشید. مسیری که میخوام طی کنم واقعا سخته، واقعا دشواره و میخوام که همراه من باشید. از کتاب‌هایی که توی این یک سال پیش تا الان خوندم، از دستاوردهایی که داشتم، میخوام فیلم بگیرم و براتون بذارم. از تمام کارهایی که قراره در آینده هم انجام بدم براتون فیلم بگیرم و بذارم. پس با من باشید. بنده دوباره میگم سید مجتبی بورش هستم. مثل فیلم هایی که دیدید، مثلا کلیپ هایی که میبینید گاهی وقتا توی فضای مجازی که مثلا طرف از صفر شروع کرده بعد به موفقیت رسیده، منم یکی از همون آدمام. و آخر فیلم کتابایی که خوندم و براتون فیلماشو میگیرم براتون میذارم، عکساشون میگیرم میذارم، از قسمتی از دیوار اتاقم براتون میذارم. الان در این ساعت من سعی تلاشم رو کردم که بتونم یک بخشی از موفقیتم رو بهتون نشون بدم که اینم در ادامه میبینیم. خب بزن بریم. خب بچه، لازمه که بهتون بگم من دورانی که شروع کردم کارمو تقریبا میشه گفت دقیقا میشه گفت با 650,000 تومان کارمو شروع کردم. یک سال پیش، سال 1401 که من کارمو شروع کردم و الان سال 1402. خب تاریخش تقریبا میشه گفت برج 9 این دوره برا بود که من کارم شروع کردم سال پیش. شغل من لازمه که بهتون بگم شغل من اسباب بازی فروشیه و واقعا بهتون بگم اسباب بازی فروشی دورانی که شروع کردم فقط یه دونه گاری داشتم و همون 650,000 تومانی که سهام عدالت ریخته بودن توی حساب من. با همون کارمو شروع کردم. الان گوشی که دستمه شیائومی ردمی 6 و کیفیتش خیلی پایینه، اما با این میخوام به قولی فیلم هایی که میگیرم بهتون نشون بدم. گوشی بدی هم نیست، ولی مثلا شاید کیفیت دوربینش یکم ضعیف باشه، به خاطر همین منو ببخشید. خب بریم دستاوردامو ببینیم. دوستان، این اون گاریه که بهتون به قولی گفته بودم 4 تا چرخ داشت. این بخشی از وسایلمه، بخشی از جنسامه. این اون گاریه که 4 تا لاستیک گاری داشت که 4 تا لاستیکشو برداشتم، 2 تا لاستیک موتوری بهش وصل کردم، به این شکل درش آوردم. الان بهتون نشون بدم اینجا رو. تونستم تقریبا بعد از چند ماه، یعنی 6 ماه بعد از شروع کسب و کارم که خیلی سخت بود، یعنی من شاید مسافتای مثلا 3 کیلومتر رو فقط با هول دادن گاری 3 کیلومتر میگم 4 کیلومتر رو فقط با هول دادن گاری طی کردم. و بعد از اون مدت تونستم به سختی برای خودم تقریبا 3 ماه بعد یه کارتون بگیرم. بعد 3 ماه بعدش هم تونستم این موتوری که میبینید رو برای خودم بگیرم و واقعا سخت بود. یعنی تلاش میخواست، خداییش خیلی تلاش میخواست. تونستم خلاصه این موتورم بگیرم و صبر کنید بهتون نشون بدم. و تونستم تا امروز میشه گفت حدوداً مغازه‌مو دارم تکمیل میکنم. یعنی مغازه‌ای که همونطور که میبینید دارم میسازم
به شدت کار سختی، یعنی به بچه ها ببینید با 650,000 تومان خدایی کار سختیه بتونم این مغازه رو برای خودم تقریبا درست کنم. همونطوری که دارین میبینید مغازه خیلی بزرگی هم نیست، مغازه تقریبا حدوداً 15 متر داخلش و تونستم ایتال و آهن و نمیدانم این در رو که میبینید پشت منه، این در این الان قابل دیدن سبز و قرمزه و یک لخت دیگه هم داره که در حال رنگ میخوام یعنی سنباده بکشم بعد رنگش بزنم که بتونم جلوی مغازه اونجا نصبش کنم. دوستان همونطوری که بهتون گفتم من تقریبا از 1 سال پیش شروع کردم این کارو و واقعا میگم از دورانی شروع کردم که یعنی خودتون میبینید مثلا اعتراضات و نمیدونم خیلی از مشکلات دیگه بود که خیلی هم مثلا میگفتن ما بریدیم و ما دیگه نمیتونیم ادامه بدیم و من دقیقا از همون دوران شروع کردم کارمو، شروع کردم و چیزی که خیلی برام اهمیت داره اینی که به حرف بقیه گوش ندادم. من دیپلم برق و مکانیک خودرو دارم، یعنی رشته تحصیلیم برق و مکانیک خودروه. مدرک فن بیان دارم و عرضم به حضور شما همونطوری که دارین میبینید یعنی خیلی تلاش کردم تا اونا رو هم به دست آوردم و تقریبا میشه گفت از اواسط الان من 19 سالمه، یعنی تقریبا تاریخ تولدم 1383 برج 1 16 بوده. خودتون بگیرید دیگه الان چند سالمه، تقریبا 19 سالم میشه دیگه، 19 سال و خورده ای و تونستم آهنا رو بگیرم برای خودم، خیلی کار تونستم تو این 1 سال انجام بدم که البته با 650,000 تومان بوده، یعنی فیکس تمام سرمایه هم همین بوده. سرمایه بیشتری اگه میداشتم میتونستم خیلی جلوتر برم، اما بازم میگم من هدف دارم برای خودم، هدفم خیلی بزرگه و انشالله شما هم همراه من باشید. حتما بهتون میگم حتما همراه من باشید، شما مسیر موفقیتم میبینید و کماکان که نه همیشه دوستتون دارم، عاشقتونم. به امید ویدیو بعدی. خب بچه ها همینطور که گفتم دارم این لختو سنباته میزنم، نصفش تمام شده، اون طرفش مونده، یعنی این طرفش رو دادم اون طرفش مونده که اون ورش هم میخوام بزنم، سنباته منظورم میخوام بزنم. بعد خب اگه دوست دارید ببینید همراه من باشید که همونطور که گفتم دیگه لحظه لحظه زندگیم براتون میذارم. فعلا برم سراغ ادامه کارم. Suppress my feelings 'cause I know what's best for me. Feel short of confidence, my hands begin to shake. I thought I knew you, but I barely knew your name. Porcelain stuck to your teeth, you got everything, and I can't believe how I've been let down again and again and again.
بچه ها حسابی سخته، اما تقریبا به آخرش رسیدم. چیزی نمونده، همونطور که اینجا میبینید این قسمت از این تکه مونده و اگه این ورشو نشون بدم یا این تکه رو نشون بدم همین لبش مونده. بقیه جاهاشو فرچه کشیدم دیگه، چیزی به آخراش نمونده، ولی حسابی خسته شدم بچه، دهنم سرویس شده. خب آره دیگه، ببینیم ادامه چی پیش میاد. بزنیم بریم توی کار. بابا بیا الکی بگو من ماهی 300 میلیون پول میگیرم، بگو من ماهی 500 میلیون میگیرم، الکی بگو من دنیا رو میگیرم، الکی بگو تا یه روزی اریچوری برات کامنت بذاره که تو چی کار کردی. بابا بیدار شید، دنیا داره تکون میخوره، آدم ها دارن حرکت میکنن، ذهن انسان هر آن چیزی را که ببینن دارن. بچه ها همین الان کارش تمام شد، ساعت 1:45 است و الان که مشاهده میکنید تمام و کمال فرچه خورده. فقط کافیه الان نصبش کنم، یعنی اون لختش رو من الان رنگ زدم. خب اون لختی که دارین میبینید و اونهاش، اون لخت رو کامل رنگش زدم، ولی این لخت رو فقط فرچه کشیدم. میخوام اونجا رو الان بهتون نشون میدم. دقیقا چارچوبش رو نصب کردیم و یعنی من و پدرم چارچوبش رو نصب کردیم و میخوام که پدرم هر وقت از شهر اومد اینو به کمک پدرم جا بزنیم دو تالتشو و انشالله این لخت کوچیکش هم رنگ کنم و تمام و در مغازه نصب میشه. موفقیت بعدیمون که همینه. تمام. خیلی سخت بود اما من انجامش دادم. بچه خیلی دوستتون دارم، عاشقتونم. فعلا با اجازه.